اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تصدیق کرد که خواهان یک حکومت انتقالی صلح است. او روز 3 مارس در نشست قلب آسیا در دوشنبه گفت حکومت انتقالی صلح باید وظیفه موقت داشته باشد و تا انتخابات حکومت را اداره کرده و بعداً به مأموریت آینده سپارد. این برای من شرف خواهد بود که قدرت را به طور قانونی به نفری دهم که بعد من به سر قدرت می آید. به همین خاطر من شدیداً طرفدار برگزاری انتخابات قبل از مهلت در نزدیکترین فرصت هستم. من به نظارت بین المللی انتخابات دعوت می کنم تا جریان آزاد و شفاف بودن آن تأمین شود. اشرف غنی افزود آتشبس جاری شود که زیر نظارت جامعه جهانی باشد و تأسیس حکومت باید در دایره قانونی اساسی صورت بگیرد و ضمانت‌های بین المللی داده شود. رئیس جمهوری افغانستان ابراز امید کرد که گروه طالبان به مذاکرات با هیئت حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر ادامه می‌دهند. هرچند به گفته او آتشبس 3 روزه که تابستان سال گذشته در آستانه عید قربان تا اندازه این امید را کاسته کرد. از طرح برگزاری انتخابات پیش از مهلت در حال صحبت می شود که طالبان به این طرح مخالفت خود را اعلان کرده بودند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس امروز تاکید کرد که کشورهای منطقه نمیگذارند که مردم افغانستان با مشکلات تحمیل شده تنها مانند. مردم شریف افغانستان از جنگ و جدال تحمیلی قید میکنم تحمیلی که پیش از همه بر اثر مداخله کردن با امور داخلی آن سر زده است مصیبت زیاد می‌بینند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در نشست قلب آسیا روند استانبول گفت مهمترین درس جنگ 40 ساله افغانستان این است که راه حل نظامی همیشه به شکست روبرو است. از این خاطر آقای ظریف افزود ایران از همه طرف‌ها می‌خواهد سر میز مذاکرات بنشینند. ما بر اساس درخواست همسایگانمان در افغانستان منابع مادی و انسانی خویش را در جهت پشتیبانی و تسهیل گفتگوهای بین الافغانی و حمایت از آن به کار گرفته و خواهیم گرفت. همزمان باید در خصوص تلاش داعش برای بکارگیری عناصر افراطی مذهبی جهت تحریک منازعات قومی و مذهبی در این کشور هوشیار باشیم. نشست 9 قلب آسیا روند استانبول قرار است تا بگاه 3 مارس ادامه کند. در این نشست وزیران امور خارجه 15 کشور شرکت دارند. با اینکه نظرها درباره چگونه دست یافتن افغانستان به صلح گوناگون است، اما همه شرکت کنندگان این نشست معتقدند که راه حل نظامی برای افغانستان صلح و آرامی نمی‌آورد. صلحی که مردم این کشور را از اذیت جنگ 40 ساله رهایی بخشد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.